دوستان عزیز، یک سری موارد هستش که قبل از اومدن به روسیه حتما باید بهش توجه بکنید. اولین مورد دانستن زبان روسی هستش. شما باید اینو در جریان باشید که اگر بخواید بیاید روسیه کار کنید این تحصیل و یا دوست روس پیدا کنید یا همسر روس، حتما باید زبان روسی بلد باشید. زبان انگلیسی اینجا هیچ کاربردی نداره و تو زندگی روزمره استفاده نمیشه جز دانشگاه و یک سری قسمت‌های اداری مثل ویزا. واسه همین است که یک سری از ایرانی‌ها اینجا به مشکل برمیخورن، حالا بهشون سخت میگذره و حالا ناله میکنن. این یکی از دلایل دلیل بعدیش من الان بهتون میگم. دومین نکته بحث زندگی و مخارج هزینه‌های این قضیه هستش. ببینید یک سری حالا از ایرانیان پا میشن میرن مسکو، شهری مثل مسکو که پایتخته، خب اونجا هزینه‌ها گرون‌تره، کرایه خونه گرون‌تره و خب دانشگاه اکثرا در مراکز شهرها قرار دارن و باید اونجا آپارتمان بگیرن. اونجا حالا میگم یک سری افراد میگم به جیب خودشون نگاه نمی‌کنن، اقدام میکنن و میرن اونجا تحصیل میکنن و خب توی گرفتن خونه و اینا به مشکل برمیخورن چون هزینه خیلی بالاست. پایتخت هر کشوری برید، آمریکا، اروپا، غیره، اونجا خیلی گرونیه. شما نمیتونید تو مرکز شهرش خونه بگیرید، آپارتمان جدا برای خودتون. این یه قضیه است که اینا بازم سر این قضیه به مشکل برمیخورن. گزینه سوم بحث قوانین هستش. تو روسیه قوانین داریم به نام رجیستر، قانون رجیستر، که فرد توی آپارتمان و یا خوابگاهی که هستش اونجا رجیستر میشه توسط مسئول اونجا. حالا آپارتمان رو در مرکز شهری مثل مسکو که پایتخت، اونجا معمولا صاحب خونه از طریق توریست بیشتر درآمد داره تا بخواد به دانشجو خارجی کرایه بده اونجا رو و مسئولیت خیلی زیادی براش داره و باید جوابگوی داره مهاجرت باشه. برای همین به قولی طرف ترجیح میده که این کارو نکنه و به توریست خود روسیه حالا و جای دیگه کرایه بده تا دانشجو خارجی. واسه همین معمولا مسکو یکم برای بعضی افراد که معمولا با هزینه‌های کمتری وارد میشن خیلی سخت می‌گذره. این دلیلی هستش که خب یه سری عزیزان اینجا به مشکل برمیخورن و امیدوارم با چشم باز و اصلا تحقیق کنن در این خصوص، بعد از این مورد اقدام کنن برای تحصیل در شهر بزرگی مثل مسکو. من خودم شخصه توی یک شهرستانی روسیه درس خوندم، همونجا مرزی با هزینه فوق‌العاده خوبه، این راحت خدا شد با کار و زندگی جور در میاد، یعنی مشکل خاصی بر نمیخوره.